الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که قرائت های قرآنی که برای انسان فوتیده، برای میت قرائت کرده می شود، آیا ثوابش می رسد؟ ثمره و فایده و ثواب از قرائت قرآن به مرده می رسد یا نمی رسد؟ البته قول راجح و صحیح این است که نمی رسد. برای همین یگان نفر از صحابگان به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قرآن خونده نبخشیدند، یا که یگان نفر صحابه به صحابه دیگر نبخشیدند. و روایتی که از عبدالله ابن عمر آمده است این ضعیف است. قرآن خوندن در بالای قبر این بدعت است و ثوابش نمی رسد، و در غیر دیگر هم قرآن خوندن ثوابش به مرده نمی رسد. برای همین انسان در حالت زندگیش باید عمل به قرآن بکند و موحد باشد و بعد از مرگش یگان امید نکند. البته صدقه جاریه کرده باشد می رسد، بعد از خودش صدقه جاریه باشد البته می رسد، یا که یگان فرزندی خوب تربیه کرده باشد می رسد، علم گذاشته باشد می رسد. اما قرآنی که خاص امروز مثلا در جایهای ما یک نمونه شده است، یا که میگیم یک ماده شده است، اگر بگوییم که مردم بعد از مردن یک کسی قرائت میکنند، ختم قرآن میکنند. اگر بای باشد باز ختم قرآن و چندین مراتب ختم قرآن میکنند. گمان میکنند که مرده به سبب این ختم قرآن کیف میکند، دم میگیرد، لذت میبرد، که البته این طور نیست. ما میگیم لیس للانسان الا ما سعى. انسان به دست نمی آورد مگر هر آن چیزی که سعی و کوشش کرده است. به تاجیکی این رو بیت کردند: گندم از گندم بروی جو زی جو. یعنی در این دنیا چی کاریده باشد در آخرت همون رو میبردارید. در این دنیا کسی مخالف دین بود، ضد دین بود، منافق بود، مرتد بود، کافر بود، بعد از مرگ این یا کمونیست بود، بعد از مرگش تمام قرآن را صدها بار درباره قبرش ختم بکند، ببخشد، هیچ فایده ندارد. پس من و شما در حالت زندگی باید موحد باشیم، به این قرآن عمل بکنیم، اما بعد از مرگ دیگر فایده ندارد. بارک الله فیکم.